الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. برادر ما برادر محمد سوال دادن درباره حاجی میرزا که انسانی هست که فتواهای میتید که مخالف بر قرآن و سنت است و غیر از مشکلات های دیگر. حکم اسلام درباره این انسان ها چیست؟ اولا اینها را علماء سو گفته می شود. حاجی میرزا علماء سو هست، عالم سو هست، عالم بد است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علم اسلام ندارد، عالم نیست، علم ندارد، حالا توحید نفهمیده است و بوی توحید را ندارد، حالا کلمه لا اله الا الله را معنیش را خوب نمیداند، رکنش چیست و شرطهای صحتش چیست نمیداند. زبان عربی هم الف با تا کم کم تعلیم گرفته است و بالاخره یک مردم 10 میلیونی تاجیکستان را دارد گمراه میکند. و این انسان حاجی میرزا عالم طاغوتی است. به وجود عالم سو بودن با عالم طاغوتی است و هم عالم سو آدمی که طاغوت پرست است. در یکی از سخنهایش گوش کردم میگه مردم تاجیکستان را من اکنون فهمیدم که هم از گوسفند بوده است. میگه مثل گوسفند است، با مردم را به سوی آداب دعوت میکند، همه را گوسفند میگوید. مردم در نزد این عالم سوی طاغوت پرست گوسفند است، مردم همه احمق است و توپای است و یگانه عالم بزرگوار این ملت من حاجی میرزا است. و به خاطر رضا شدن طاغوت هر چیزی را که طاغوت خواهد میگوید. امروز به طاغوت ها ضروره که تاجیکا در مهاجرت باشند، غلام باشند، این دعوت به غلامی میکند. فتوای کفری میدهد به مانند اینکه بنا کردن این کلیساها جایز است، بنا کردن مکان شرک جایز است، در حالتی که در شفا ذکر میکنند و علماهای بگیم مالکی و علمای حنفی این مسئله را کفر میدانند. قاضی عیاض میگن که بنا کردن کلیسا کفر است و راضی شدن به بناش کفر است و کمک کردن کفر است و این مذهب ابو حنیفه رحمه الله است. و البته بعد از این ریبا را جایز میداند و بعد از این فروختن شراب را یا که خوک را در زمین محارب میگد، این میگد و میگد و بالاخره مذهبش مذهبی ابو حنیفه رحمه الله نیست، مذهبش مذهبی جهمی ابن صفوان است. و باز الله را در بالای عرش نمیداند. در بالای عرش ندانستن یک مسئله است. مسئله دوم این است که این میگوید که چخیلی که شیر و روغن شیر به هم دیگر آمیخته هستند، مثلا شیر وقتی که دیدید شما نمیگید که روغن جدا هست، شیر و روغنش آمیخته است، الله هم به زمین همچنین آمیخته است، یعنی این زمین خودش الله است. یا که مثال میارد مسئله درد را در جسم، خیلی که در جسم شما درد وجود دارد اما نشان داده نمیتید، الله هم در زمین در همه جا وجود دارد. و این سخن عیناً سخنی ابن عربی وحدت الوجود و سخنی جلال الدین رومی وحدت الوجود و سخنهای غلات است که اینها عقیده حلولی، عقیده وحدت الوجود، عقیده اتحاد دارند. عقیده باطل است، منهج باطل است، بر بالای این خدمتگار طاغوت است، علماء سو هست و این آدم نه فقط طاغوت پرست است و این آدم خودش طاغوت است. امروز به سر ملت تاجیک این آدم طاغوت شده است. موسیقی را که خواهد حلال میگد، که خواهد یک چیز رو حرام میگد، به همه منکرات فتوا میتید جایز است. در نزدیک سال نو رو تبریک کردنش رو والله علم قید کردنش رو همین اول جایز میگد، نوروز رو حکومت خواست اینو برآمد فتوا داد و غیره و غیره. و بالاخره این یک انسانی هست که طاغوت است، خودش طاغوت است. کسایی که همین به پیروی میکنن، شاگردی میکنن، من نمیدونم از این چی میآموخته باشن والله علم، این به چه خیر شاگرد میشن من والله علم، این یک جاهل است، طاغوت است. مردم به بالای سرشون این رئیس گرفتند، عالم گرفتند و سوال میکنن فافتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا، بدون علم جاهلانه فتوا میتید و همه را گمراه میکند. این طاغوت است و باید به این طاغوت کفر ورزیده شود، یعنی انکار کرده شود. جوانهای تاجیک باید از این دست کشیده شود، سخنهای اینا گوش نکنید. یک گمراه است، یک جاهل است، یک قبوری است، قبوری است. بارک الله فیکم. پس من امیدوارم که سخن ما به شما واضح شد.
امام بخاری رحمه الله میگن هر کسی که الله در بالای عرش نداند این چی است؟ کافر است. و به این اجماع را نقل میکنند بعض از علما از سلف صالح. بدترین عالم میگن پیامبر همون عالمی هست که به خاطر رضایت طاغوت کار میکند. من بیزار هستم از همون آدمی که میگن از همون عالمی که به حاکم ظالم میدارد و میبرد. من از او بیزار هستم، او از من بیزار است.